اما بعد دوستان نهایت گرامی، علمای بزرگوار، مسئولین محترم، جوانان و نوجوانان، الله متعال زحمات همه شما را بپذیرد و الله متعال شهادت جناب حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری محب و محبوب همه من و شما را به درگاه خود قبول بفرماید. دوستان نهایت گرامی، بسیار کوتاه چند تا صفت از صفات حضرت مولانا را در طول 13 سالی که به همراه از نابودم خدمت شما ارائه می‌کنم. گرچه یار بسیار مهربان و رفیق بسیار با وفایی بود، دیدن از این صحنه‌ای که ما در مسجد ایستاده باشیم و محفلی باشد و جناب حضرت مولانا مجیب الرحمن محبوب همه جوانان و مستفیدان حاضر نباشد، بر ما سخت است. ولی به هر حال راضی هستیم به رضای پروردگار. در طول همین سالها چند تا نکته بارز در زندگی حضرت مولانا و همراه دوستا را دیدم و در طول خاطراتی که من در ذهن خود هر اندازه در همین 2 روز من در ذهن خود حاضر میکنم، اینها خیلی بارز است. یکی از نکته ها مهربانی جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری با کل امت مسلمه. هر کس مهربان بودن، مشفق بودن. یاد من از یک خاطره را بر ما قصه کرد، یعنی دل از اون نمیخواست کسی نه در دنیا نه در آخرت اذیت و آزار بشه. خود از اونا قصه کرد، گفت به داخل طیاره نشسته بودیم، همو خانمی که داخل طیاره پذیرایی میکرد از مهمانها، گفت من روی خود رو طرف کردم، اینا نصیحت کردم که خواهر تو مسلمانی، چرا حجاب نداری؟ تو امت رسول اللهی، حجاب بر تو فرض است. این رقم ظاهر شدن در حضور مردم به خاطر لقمه نانی درست نیست. گفت هنوز از طیاره پایین نشده بودم که قطیفه را بر سر خود کرد. یعنی ساعت و ثانیه از زندگی از اونا نبود مگر ای که دوست را، مسلمانی را، همسایه را، افغانی را از هر کجای دیگر دنیا که می بود او را نصیحت می کرد و سخاوت بسیار زیادی داشت. بعضی اوقات به همراه ما نشسته بودیم، علما که می آمد از راه های دور، خیلی از دوستا بر از ما چپن می آوردن. شاید از مجموعه 100-200 تا چپنی که بر از ما آوردن، فقط همی که عالم می دید می گفت جناب مولوی صاحب زمستان از هوایخ هست، همین چپن بسیار گرمی هست. من می توانم بگویم در این جمع ما شاید 10 نفر از علمای که مستضعفتر بودن دیده بشود که بدون مناسبت خاصی با خانه رفته باشد به دیدن از نا چپن پتو بر از نا داده باشد. و بسیاری از فقرا که می آمد پنهانی چیزی به داخل جیب خود داشت، به دست همو نفری که اطراف از اونا بود به دست از اونا میداد که به همین فقیر و مسکین بدی. محبت به همراه طالب العلمای مدرسه اینجا حاضر است. در بسا مهمانی ها وقتی که مولانا حاضر میشد
وقتی که بر سر نان نشسته بود استادا شاهدن، میگفت ما و شما ایت نان میخوریم، طالبای داخل مدرسه چی میخورن؟ بارها ما محفل گرفتیم به داخل مدرسه، محفل گرفتیم، گفتیم همین غذای خوبی یعنی بر مهمان ها آماده کنیم. گفته هرچی بر مهمان ها آماده بینیم بر طالبان مدرسه هم آماده کنیم. چه اندازه علما را و طلاب علوم دینی را دوست داشت. پیشانی باز به همراه هر کس، با ای که همیشه خنده بر لب داشت. خیلی اوقات من متوجه شدم آهسته آهسته لبان از اونا تکان میخورد و ذکر الله را میکرد. همیشه خنده بر لب، مجلس هم میکرد ولی ذکر الله بود، بی آلایش بود. این قید قیودات دوستا بر ناورده بودند به خاطر مسائل امنیتی. به خدا قسم آنها راضی نبود. در مدینه منوره به همراز ما به موتر سوار شدیم، از یک جا به جای دیگه میرفتیم. گفت رافی میفهمیم چه اندازه خوشحالم که هیچ کس دور پیش من نیه، من همه کس میتونم ببینم که خدا میداند، خود از اونا متروانی میکنه. ولی قیودات علما به خاطر حفظ جان از اونا کرده بود و همین هم از تواضع فروتنی و از بیالایشی از او بود که این نفر سوء استفاده کرد. تکبیر! الله متعال همه شهدای ما را غریق رحمت بگرداند و جناب حضرت مولانا را در بهترین از جنتهای خود جای بدهد. انشاءالله دوستا وقت در نظر میگیریم همه کسایی که صحبت میکنن و یک خواهشی هم از شما دارم. این برادر وقتی که از یک عالم تقاضا میکند و میگوید تکبیر، همون تکبیرهای روز جمعه یاد شما نره.